یک هفته چند تا شنبه داره؟ یک یه دونه 7 تا شنبه. نه 6 تا 6 تا پایتخت تهران کجاست؟ برج آزادی دیگه، در همونجا میشه دیگه. سوال بعد، جنگ 100 ساله‌ای بین هخامنشیان چند سال طول کشید؟ یه دیگه نمیدونم. نمیدونی؟ تو نمیدونی؟ یک هفته چند تا شنبه داره؟ 365 تا. 6 این سال بود 12 جنگ 100 ساله‌ای بین هخامنشیان چند سال طول کشید؟ 98 سال. نه فکر کنم 150 تا. اسب مشکی مجید مال که بود و چه رنگی بود؟ نمیدونم. اسب مشکی مجید مال که بود و چه رنگی بود؟ خب دیگه مال خودش بوده، مشکی هم مال بوده. کی بوده؟ نمیدونم. کتاب حافظ رو کی نوشت؟ کتاب حافظ رو با اینه که زبونم سعدی